اومد و با دختر یکی از حاکمان ایران هم ازدواج کرد. بقیه یونانی ها رو هم تشویق کرد که به صورت قانونی با زنان ایرانی ازدواج بکنند. جمهوری اسلامی دستور میدهد که به زنان و مردان ایرانی در مسجدهایی که خودشون میگویند محترم هست و مقدس هست، در اون مسجدها به ایرانی ها زن یا مرد، جوان یا پیر تجاوز بکنند. این اصلا سابقه نداره، اصلا در هیچ جای دنیا سابقه نداره که طبق فتواهای آخوندها، آخوند هر دین و مذهبی تجاوز ثواب داشته باشه. این آقای مصباح یزدی وقتی که فتوا صادر کرد و بسیار بسیار هم دقیق هست، سوالات مختلف ازش شده، در تمام سوالاتی که ازش شده اون تجاوز رو به زن یا مرد ثواب میبینه و میدونه. بنابراین شما تصورش بکنید که در هیچ زمانی از تاریخ ایران و یا کشورهای دیگر این سابقه ندارد که بیایند و یک کشور رو به این صورت تصرف بکنند و بعداً همون مردمی رو که موجب به قدرت رسیدن اونها بودند با همونها مثل غلام و برده برخورد بکنند و اونها رو شکنجه بدند و اعدام بکنند. آخر شما تصور بکنید که جمهوری اسلامی توسط مردم ایران با یک انقلاب، حالا به هر دلیل، جمهوری اسلامی روی کار اومد. ایران که توسط کسی فتح نشد، کسی که به ایران حمله نکرد، کسی که مقاومت نکرد، مردم ایران در یک شرایطی که در یک جلسه دیگر بهش میپردازم انقلاب کردند و جمهوری اسلامی رو آوردند. در این انقلاب آخوندها نقش اصلی رو داشتند. از میان مناطق مختلف ایران تبریز اولین شهر بود که به نفع آقای خمینی تظاهرات عظیمی رو راه انداخت. بعد از اون قم بود و این مردم ایران بودند که به دلیل اعتقادشون به مذهب تشیع و نهاد مرجعیت به نفع خمینی تظاهرات کردند و این تظاهرات کم کم موجب تندی و خشونت شد و شاه تصمیم گرفت که به جای اینکه مردم رو سرکوب بکنه اعلام کرد که حالا اگر شما من نمیخواید من میرم. و اول گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، میدانم که اشتباهاتی شده است و باید این اشتباهات رو جبران کرد، ولی دیگه بسیاری گوش نکردند. گفتند که نه، جمهوری اسلامی میخواند. جمهوری اسلامی رو آوردند و این هم نتیجه جمهوری اسلامی که امروز میبینید. شما امروز در ایران چه چیز رو میبینید؟ همون جمهوری اسلامی است که خودتون آوردید با یک نوع توهماتی که از جمهوریت و اسلامیت داشتید و اون توهمات رو آقای خمینی تندتر و شدیدتر کرد و از سادگی مردم ایران سود برد. یعنی چطور؟ انسانی که در دوران معاصر زندگی میکنه چطور نمیدونه که هیچ چیز در این دنیا مجانی نیست؟ وقتی که خمینی گفت که آب مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، شما مردم ایران
گوش کردید ولی فکر نکردید، اندیشه نکردید که چطور امکان دارد که در یک کشور اتوبوس مجانی بشود، آب مجانی بشود، برق مجانی بشود. آخر اگر این امکان پذیر بود، کشورهای دیگری قبل از خمینی این کار رو کرده بودند. کشورهایی که درآمدشون 40-50 برابر ایران در اون زمان بود، کشورهایی که بسیار آباد هستند، کشورهایی که تمام کوشششون مرفه کردن مردمشون هست. چطور در یک کشوری مثل انگلیس، مثل فرانسه، سوئد، نروژ، در این کشورها امکان مجانی کردن آب و برق و اتوبوس وجود نداره؟ از سادگی شما این حرفا رو گوش کردید و جمهوری اسلامی به رهبری آقای خمینی بر ایران مسلط شد و درست از همون لحظه با خود شما طوری برخورد کرد که گویی بیگانه اید. یعنی شمایی که جمهوری اسلامی رو آورده بودید باتون طوری برخورد کرد که مثل اینکه در جنگ شکست خوردید. و همین امروز هم این میلیون ها نفری که جمهوری اسلامی از این گوشه و کنار ایران جمع میکنه و میاره در تظاهرات و موجب سرکوبی شدید جریان سبز و جنبش سبز شد، این مردم از کجا اومده بودند؟ اینا شما ایرانی ها بودید. شما بودید که رفتید یه پول کمی گرفتید، احتمالاً یه وعده چیزی گرفتید، یا تحت فشار رفتید و حرفای جمهوری اسلامی رو و رهبرانش رو گوش کردید و الان نتیجه این شد که مجدداً این نظام مستحکم گردید و ظلم و ستمش هم ادامه پیدا می کند و برای موندنش حاضر هست که هر گونه رفتار بدی که لازم است بر شما انجام بده. یعنی جمهوری اسلامی به این فکر نمی کند که، ببینید، جمهوری اسلامی فکر نمی کند که شما شهروندان این کشور هستید و از حقوق مساوی با مقامات جمهوری اسلامی برخوردار هستید. نه، اتفاقا همین چند روز پیش به قول خود آقای خمینی در جایی نوشته بودند که عده‌ای از کسانی که دور و برش بودند بهش گفته بودند که وضع مردم بسیار بد است. اون هم گفته بود که نه، این حرف آقای خامنه ای است. اون هم گفته بود اگر وضع مردم بد است این همه سر و صدا و شلوغی به بار نمی آوردند. ببینید، اون خیال میکنه که وضع شما خوبه، برای همین هست که تو خیابان ها ریختید، در حالی که قضیه اصلا برعکسه. چون وضع شما خوب نیست، از هر جهت تحت فشار هستید، برای این هست که در خیابان ها می آیید و حاضرید شکنجه و کتککاری و چوب و سیلی و مشت و لگد رو بپذیرید، ولی بیش از این دیگر تحمل این همه بدبختی رو نداشته باشید. آقای خامنه ای میگوید که بله، شما شکمتون سیر هست. چون شکمتون سیر هست، برای همین هست که اعتراض میکنید. و اون هم یک فلسفه ای داره. این فلسفه اساسش بر این است که هر قدر یک ملت و مخصوصا ایرانی‌ها هر قدر شکمشون سیرتر باشه، اینها حریص‌تر میشند و چیزهای بیشتری میخواند و از دین